تا کی میخوای بهونه بیاری؟ یه نفر با نصف استعداد تو ولی با 2 برابر استمرار تو داره برنده میشه. یه روز میگی مربی پول میخواد، یه روز میگی که میرم سر تمرین منو ور نمیدارم، من بازیکن خوبی هستم، یه روز میای میگی که هیچ کس منو دوست نداره، همه جا میرین پدراشون حمایتشون میکنن. والا این نیستش. خودت نمیخوای، خودت پشت کار نداری، خودت استمرار نداری، خودت نمیخوای به اون چیزی که میخوای برسی. نصف آدمایی که اینجا هستن برات مثال میزنم که نصف استعداد تو رو ندارن ولی استمرار دارن، برای همین برات توضیح دادم. تمام این بازیکنان اینجا میبینی از افریقا، کنیا، نیجریه اومدن اینجا برای اینکه بخوان خودشون رو نشون بدن. همشون هم مثل تو یه خدا دارن، هر شب هم دعا میکنن، ولی خداوند به کسی میده که استمرار داره، به کسی میده که پشت کار داره، به کسی میده که هر روز صبح تا شب داره به اون آیندهش فکر میکنه. پس از کسی ایراد نگیر، بهونه‌هاتو گردن کسی ننداز. خداوند به تلاش نگاه میکنه. فوتبال شغل سختیه، فوتبال از قشر فقیر میادش. فوتبال شکستگی داره، فوتبال پارگی داره، پارگی ربات داره، مینیست داره، صلیبی داره، ACL داره، پیشونی شکستن داره، دست شکستن داره. اگر توانشو نداری نه سراغ فوتبال. فوتبال پینگ پونگ نیستش، والیبال نیست که این ور توریه که این ور تور. فوتبال پدل نیست، تنیس نیست. فوتبال جنگ تن به تنه، مرد میخواد. اگر توان داری به فوتبال بازی کن، اگر نداری خداحافظ. بهونه‌هاتو گردن کسی ننداز.